خب الان زنده باش. پیش از که ما برنامه را خداحافظی کنیم دوستای عزیز، یک نقطه دیگر در من صحبت میکنیم، یک کمی کوتاه. باور که ساعت ما 11 شد، باز رفتیم 10:30 شد رفتن آمدن دیگر مصروفیت ها. یک نقطه پیش اومد واقعا برای جامعه اونقدر تکان نخورد، ولی برای من بسیار یک موضوع بسیار مهم دونستم که گپ زنم. یک نوشت کامنت یک نفر من دیدم، شوکه شدم دا که نباید که یک نماینده مردم، یک وکیل، یک راهبر یک حزب سیاسی تا این اندازه دهانش توالت باشه، دشنام بکنه، تحقیر بکنه، فلانت میکنم بگه. این یک کاتاستروفه، میفهمی؟ این یک بمب باید یک جامعه های مردم سالار الکای مردم در کوچه ها استعفای این همون شخصیت میخوان، این همون نفره که نه وکیل پارلمان بهترین ملت جدا میشوند از قشر جامعه در پارلمان میروند چیکار میکنن؟ وکیل میشوند. گلچین از منطقه غرب، گلچین چند نفر، از سوخ چند نفر، از خانیبادان چند نفر، نمیدونم، از هر منطقه های تاجیکستان گلچین ها انتخاب میشوند از جانب مردم، میروند در حوزه انتخاباتی در پارلمان کشور وکیل میشوند. نماینده مردم از نام مردم در اونجا وکیل میشوند. سجفر عثمانزاده وکیل پارلمان، رئیس حزب سوسیال تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان. مرحمت بگذار. این صفحه فیسبوکیش هست، یا میدونینه؟ این سجفر عثمانزاده در یگانه وکیلی هست که در هر کجا کم کم اشوله میخونه. درست است که یک نفر با نام فیکی یک هفته مرا هر روز تحقیر میکنن. باور که اگر من بکشم کو هیچ نه مادر میمونه، نه کودک میمونه، نه فرزند میمونه، هیچی نمیمونه، ولی من در برابرشون اینمو دشنام نمیتونم، برای که خیلی بی عقل است. یک اگر عقل سالم داشته باشه هیچ وقت تحقیر نمیکنه. یک نفر در صحیفه‌اش میدرو مینویسه که دوریای به ایمانی به وجدان پیرخری احمق. البته که من قبول ندارم، ولی خب دیگر یک نفر از دیگه من کارش ندارم. دوامش ببینید. تو نه سیاست مدار، نه حزب سیاسی داری، تو یک چاپلوس خاکشپی دیکتاتور هستی. لعنت به تو بری کورنمک دزدی خواهین. یک نفر همیشه می نویسش، اوکی؟ یک نفر. و همون کتابی همون مالکیش بیمارخانه ابن سینا که نوشته شده بود، عبدالخلیل خالقزاد، حوادث روزی من گفتن یک کتاب نوشته بود که بعد بردن این زمان در باز داشتگاه قرار دارد. همون کتاب میگیره اکثر روان میکنه. انا بعد این نفر چی می نویسه؟ من دشنام است ولی میخونم، من معذرت میخوام از تمام مادران، شاید خیلی نمیخونم ولی خودتون بخونید. دشنام است. لعنتی از دست تو و همین خیل محل بازها تاجیکستان آباد نمی شود. آچت همی ستریک فلان بکنه. توری لعنتی تمام محله تاجیکستان رو پس زد. با شما حمایه‌اش میکنین. تو مرز رو تا نشان بده لوبای دولت باشی هموجه میام داونش فلانت میکنم. وکیل پارلمان بلیازی خدا، ای مردکی خوب، ای مردم، نماینده مردم، رهبر یک حزب سیاسی که در انتخابات ها اشتراک میکنه، تا این درجه پایان میفهمی که میقپون فلانتون میکنه. میگه وای به حال ما، وای به حال این ملت، وای به حال این ملت. ابا چه گپی کم نیست برای یک حزب سیاسی. اگر حزب‌های دیگر ما رقابت می‌خوایم، از این مسئله باید میدون یک کینا بسازن، یا بمب است. این میفهمین یک چیزی است که این ناممکن است در سیمای یک وکیل پارلمان یا که یک راهبر یک حزب سیاسی این همون استراتژی، این همون تحقیر کردن، این غیر امکان است.
من برای که همین فکر نباشه من همو برادر خواهش کردم که با طور ویدیو بکنم از صفحه فیسبوکی که همو باشه ویدیو یعنی هم سکرین میکنه اکران سکرین میکنه روان میکنه و ایلو عکسش هست برای من عکسش هست یعنی ای جنتلمنه عکسش هست اما من خواهش کردم که ویدیو بکنه و بعد از او ذکریتی دوستو میکنه دیگه نمیتونه ببینین راهبر یک حزب سیاسی راهبر یک حزب در سطح وکیل پارلمان اگر وکیلان دیگری ما وجدان دارین اگر چون رستم امامی خب دیگه اگه بیا ما فرهنگ نگم که فرهنگ در وجودش نمید ببردار بکو بشور نیست به جز خدا اگر تو من حیث یک راهبر هستی در اون نهادی بالایی این وکیل است در اون پارلمان عاقل خانه نیست که یا خرا در اونجا باشن من معذرت میخوام تو راهبری خرها نیستی تو راهبری عضو این ملت بهترین هاش به گفتی خودشان هستی میفهمی کسایی که میگن شما برنامه ندارین استراتژی ندارین پیشنهاد ندارین من من حیث یک شهروند پیشنهاد دارم که نباید چنین نمود تحقیر آمیز شخصانی که در حق مردم تحقیر میکنن فلان یک جوان میخواد فلان میکنه میگه نباید این نفر در سطح پارلمان کشور دپوتات باشه وکیل باشه این منطق بیرون است این پس اینجا بیانگری است که در اونجا همه خرا نشستن الگو جوان ها میروند در اونجا راهبر میشن وکیلی پارلمان بودن جای هر یک خر و خنگله نیست اگر هزار دشنام و تحقیر تو میشنوی ولی تو باید دیپلماتیک جواب بدی تو باید سیاسی جواب بدی موضوع تو باید با طور چنان جواب بدی که طرف قناعت بخش بشه و تو وکیل وکالت داری تو یک انسانی بخیرت یک انسانی دانشمند یک انسانی بسواد میره و در اونجا وکالت میگیره یک از عاقل اومده یک 10 مرده نمیتونه وکیل پارلمان باشه پیروز رئیس کدام حزب سیاسی با در انتخابات های پرزیدنتی نامزد انتخاب میکنن یو میفهمین وقتی خداوند وقتی نقشه یک انسان به آبرو کردن میکشه اینمی است این به آبرو شدن یک وکیل پارلمان است باید این تما در دالان‌های پارلمان بحث شود باید کامنت شو بگیرم بخونم بگم میدونید سید جعفر عثمانزاده در فیسبوک یا آدم گفته دشنام تحقیری کلان کرده است باید بحث باشه باید این نفر در بین جامعه گشتند عیب داشته باشه باید دارایی مالکیت که حسابی دولت از این غصب گرفته بشه و باید ماشین دولتی که یا دارن راننده که یا دارن باید گرفته شه یا باید حق استفاده بردن این مالکیت دولتی دیگه نداشته باشن باید چون یا تحقیر کردن در حق این ملت در حق یک عضو یک جوان این ملت تحقیر کرده است حق نداره در صحیفه‌های اجتماعی به این اصول باید جواب بده این حق ندارن یا الگو باید نمونه باید باشن در جامعه ببینید بهترین ها در زندان مهاجر رو در بدر این نمود میگه پیسته بی مغز اگر لب واکند رسوا شود این همین پیسته های بی مغز وقتی که چهره اصلیشون وقتی نقشه پروردگار میرسه که یا باطل هستن باید چهره یا معین شود پروردگار وقت نقشه میکشه خودش به آبرو میکنه ببین این به آبرو شدن یک وکیل است واقعا در دولت‌های دموکراتی خصوصا اروپا یا که امریکا باشه من مطمئن هستم که این تما با دالان‌های بالایی کشیده میشه و در تلویزیون و رسانه‌هاشون نشون میدن چه به استعفا رفتن همون وکالت‌دارن تا اون درجه شاید برسه و شاید اگر که هم نرسه در نزد دوربین استاد شود عذرخواهی باید بکنه در نزد دوربین از مردم عذرخواهی کنه که من یک حرفی قبیح برای یک کسی من نوشت من نوشتم من معذرت خواهی میکنم مردم که از زبان من برآمد اما جامعه سالم نیست عقل‌ها فرار از وطن هستند نمی 4 تا درمید
در وطن که هستن این وکیلش میبرودش نام میکنه، پگه وزیر میبرودش نام میکنه، پگه در کار شود در صدی رحمانوف همون قدر جاهل هم هست ولی به این اندازه نشون نمیده. ای روی همون پیسته سالی به زیب اومده از پیسته مغز نداره داخلش. خب دیگر میتونیم بگیریم که ایرز شرمنده کرد بورک. یک به آبرو کردن ملت است. واقعا ملت دیگه هیچ کس نداره، یا میروان وکیل میشن. خب صحبت طولانی نمیکنیم دوستای عزیز. قبلش از که صحبت به انجام برسونیم، من از همه شما دوستان عزیز سپاس و تشکری میکنم. اگر کسی که میخواین در بخش مالی این حرکت سهم گذار باشین، به طرف نباشین، ما در ساختن استودیوی نوی برنامه صدای مردم هستیم. طولی یک هفته شد و انشالله امیدوار هستم که اگر کارمان با هفته بعدی از استودیوی جدیدی برنامه همین استودیو فقط جا و منزل مونه یکمی بهتر میکنیم، یکمی خوبتر میکنیم، صفت و صورت و اینترنت یکمی خوبتر میکنیم. همین است که در این بخش ما نیاز به کمک و دستگیری هر یک شما داریم. برادران عزیز به طرف نباشین. دیگر از این زیاد صحبت طولانی نمیکنیم. از همه شما خواهش میکنیم که در موضوع استقلالیت، بحث استقلالیت، فرزندان استقلالیت به طرف نباشین. من نمیخوام اسم و نواراشون اینجا بگذارم، میخوام خب جستجو بکنین، خودسازی بکنین، اینترنت ورق بزنین درباره اعلامیه استقلالیت و کسی که اعلامیه استقلالیت امضا گذاشته است معلومات های به دست بگیرین تا برای فرد و فرزنداتون یک تربیه، یک تاریخ زنده، تاریخ گذشته این وطن را آگاه بکنید. با امید پیروزی و سربلندی روزهای نیک همه شما را به خدا میسپاریم تا برنامه های دیگری صدای مردم موفق، سربلند، خانه آباد، پیروز و روز خوب داشته باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.